کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 9 مای سال 2024 در ولایت سوخت جسدهای 3 نفر سنشان 11, 13 و 14 را از آب بیرون کشیدند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 9 مای سال 2024 نجات دهندگان از شعبه این نهاد در وادی زرافشان بعد انجام کارهای جستجویی جسد یک کودک 11 ساله از دهه شود که بالای جماعت در نویه عینی را از آب بیرون کشیدند. این کودک روز 8 مای قربان صدمه شده بود که در کیلومتر 118 روی دوشنبه خوجند رخ داد. یک ماشین تمغه اوپل زفیره که از دوشنبه به طرف خوجند می رفت بر اثر ازوده دوره اون نبرآمدن راننده اول به پاره کوه برخورده، سپس به دریای زرافشان سرازیر شد. جسد کودک را به مقامات حفظ حقوق سپردند. باز روز 9 مای سال 2024 ساعت 12:40 هنگام آببازی در بحر توجک یک ساکن 15 ساله شهر گلستان ولایت سوخت غرق شد. نجات بخشان بعد 40 دقیقه ساعت 13:20 جسد این نورس را از آب بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپردند. باز روز 9 مای یک نورس 14 ساله از جماعت یووی نویه باباجان غفوروف در شهر خوجند هنگام آببازی در سیر دریا غرق شد. نجات دهندگان جسد او را 500 متر پایین‌تر از جای غرق شدنش پیدا کرده به مقامات حفظ حقوق سپردند. روز 9 مای تنها در یک ولایت به نجات بخشان میسر شد که یک پیرمرد مست را از بین دریای قره‌طاق زنده نجات دهند. ساعت 14:10 به قسم نوبتداری کمیسیون حالتهای فوق‌العاده زنگ زده خبر دادند که یک آدم در جزیره‌چه بین دریای قره‌طاق درمانده است. نجات بخشان کمیته همراه با کارمندان شعبه‌های حالتهای فوق‌العاده نویه شهر نو و شهر ترسونزاده به جای حادثه رفته معاین کردند که یک مرد 76 ساله ساکن دیه قره‌طاق در حالت مستی به آب افتاده است و مجرای سخت آب او را تا به جزیره‌چه‌ای که در مابین دریاچه جایگیر شده است برده است. نجات بخشان به کمک ارغمچین‌های نجات خود را تا جزیره‌چه رسانده، بعدا موسفید را گرد با بند بسته و او را از بین دریای پرتوغیان به آسیب تا ساحل رساندند. این پیرمرد بعد نجات گفته است که به یاری طبی احتیاج ندارد. بنا به آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده طی سالهای 2023 در اروپای تاجیکستان 118 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورسان تا سن 16 غرق شده بودند.